کالاهای بازرگانی. بازرگانی در طول عصرها و زمانه‌ها وسیله‌ای برای مبادله منافع میان بشر در سر تا سر کره زمین بوده است. اسلام بر کالاهای بازرگانی زکات ویژه‌ای فرض کرده است. هر آنچه برای خرید و فروش به غرض کسب فایده مهیا شده، مانند ماشین‌ها، لباس‌ها، پارچه‌ها، آهن، چوب و غیره، در همه زکات واجب است، به دلیل فرموده خداوند متعال که فرمودند: ای کسانی که ایمان آوردید، از پاکیزگی هایی که کسب کرده اید انفاق کنید. بقره 267. و نیز به دلیل فرموده خداوند متعال: از اموالشان زکات بگیر. شرط های وجوب زکات کالاهای بازرگانی از این قرار است: بهای آن به نصاب رسیده باشد و نصاب به بهای طلا و یا نقره تخمین می شود و 1 سال بر آن سپری شود و برای بازرگانی آماده شده باشد، طوری که غرض از آن دریافت بهره باشد نه استعمال. علما گفتند اگر بازرگان نیتش را از بازرگانی به استعمال آن تغییر داد، موضوع گذشت سال بر آن قطع می شود. اگر دوباره به نیت بازرگانی برگشت، مسئله حول را از همین نقطه جدید آغاز می کند، مگر اینکه این تغییر نیت به غرض فریبکاری برای ساقط کردن زکات بوده باشد، موضوع حول منقطع نمی گردد. اما چگونگی خارج کردن زکات کالاهای بازرگانی؟ هرگاه 1 سال بر آنها سپری شد، کالاهای عرضه شده به نرخ روز در بازار قیمتگذاری می شود. پس از آن زکات آنها و یا بهای آنها جدا کرده می شود، هرچه که در منفعت مستمند بود. اگر مصلحت فقیر در جدا کردن زکات از خود همان کالا بود، زکاتش از همان کالا جدا کرده می شود و اگر منفعت فقیر در پرداخت بهای آن بود، زکات از بهای همان کالا جدا کرده می شود، هیچ اشکالی ندارد. علما تذکر دادند که در اموال تجارتی از سرمایه‌ای که برای خرید و فروش به منظور کسب سود مهیا شده زکات پرداخت می شود، اما آنچه که دارایی ثابت بوده هنگام ارزیابی کلی بر آن زکاتی نیست، مانند قفسه های مغازه و یخچال هایی که برای سردسازی مواد می باشد و ماشین های حمل و نقل و وسایل بالا و پایین کردن بارها و امثال اینها. مالک نصاب بودن در همه اوقات سال از اول تا آخرش شرط نیست، بلکه کمال نصاب در آغاز و پایان سال کفایت می کند. بازرگان زکات اموالش را چگونه محاسبه می کند؟ علما برای این کار گام‌های آسان و مستقیمی را وضع کرده‌اند. در ابتدا آنچه از کالاها و اموال تجاری در دسترس است به نرخ روز بهای آن را تعیین می کند. پول نقدی که با خود دارد، چه در تجارت آن را استعمال کرده و یا نکرده، به آن می افزاید. همه قرضها و وامهایی را که قابل دریافت می داند به آن اضافه می کند. همه قرضها و وامهایی را که دیگران از وی طلب دارند از مجموع دارایی خود کم و می کاهد. پس از آن از متباقی دارایی ربع عشر یعنی 2.5% زکات را جدا می کند و با مشغول شدن بسیاری از مسلمانان به بازرگانی در سراسر جهان پرسش ها در این مورد بسیار است. برای محاسبه زکات بازرگانی داشته هایی که قابلیت زکات را دارند جدا کرده و در روز وجوب زکات قیمت گذاری می شوند و این کار با کمک مرکز دارایی و بودجه بدون در نظر داشتن فایده و نقصان در حساب فایده و خساره انجام می شود. اما موادی که برای بسته‌بندی و تغلیف می باشد، اگر به غرض فروش به تنهایی خریداری نشده در قیمت گذاری شامل نمی شود. اما اگر برای فروش کالاهای بازرگانی مورد استفاده باشد، اگر در بهای کالای بازرگانی افزایش ایجاد می کرد، آنها نیز قیمت گذاری می شوند، مانند کیسه های مخصوص، و اگر افزایش نمی کرد مانند کاغذ بسته‌بندی در قیمت گذاری شامل نمی شود. و لازم به یادآوری این که قیمت گذاری بازرگان چه تاجر جمله باشد یا قطعی به نرخی باشد که در پایان سال به همان نرخ خریده شود، یعنی بهای بدلی که از نرخ فروش یعنی بهای بازار و از تمام شده تاریخی و دفتری متفاوت می باشد.
و هرگاه نرخ‌ها میان روز وجوب زکات و روز پرداختش متفاوت بود، همان نرخ‌های روز وجوب اعتبار دارد، هرچند که قیمت‌ها بالا رود و یا پایین آید. و در مورد زکات کالاهای منقول قبل از دریافت آنها، زکاتش بر مالک آن است و ملکیت در کالای خریده شده با در نظر داشت توصیف دریافت حاصل می شود. کالایی که با توصیف خریداری شده و هنوز در راه می باشد، اگر بر اساس تسلیم دهی در بندر فروشنده باشد، به مجرد سپردن به باربری در ملکیت مشتری داخل می شود. و هرگاه خرید بر اساس تسلیم دهی در بندر مشتری باشد، زمانی که به بندر ورودی می رسد در ملکیت مشتری داخل می گردد. و هرگاه کالای بازرگانی شامل ارزهای مختلفی بود و یا طلا و یا نقره بود، برای دانستن مقدار جدا کردن زکات به ارز قیمت گذاری می شود. آنچه را که تاجر برای قیمت گذاری کالاهای بازرگانیش اتخاذ می کند به نرخ روز وجوب زکات می باشد. و در مورد کالاهای بازرگانی که مشتری پیش پرداخت کرده و هنوز کالاها را دریافت نکرده، زکات این پول بر مشتری نبوده، بلکه پرداختش بر فروشنده واجب است. اما زکات مواد خام صنعتی و یا مواد کمکی مانند خام اولی که در ترکیب مواد مصنوعی شامل می شود، مانند آهنی که در صنایع ماشین سازی به کار می رود و روغنایی که در صنایع صابون سازی به کار می رود، زکات در آنها بر اساس بهای خرید آنها در آخر سال می باشد. و همین چیزها بر چهارپایان و مانند آنها نیز اجرا می شود و نیز بر حبوبات و نباتاتی که برای صنایع مهیا می شود. اما مواد کمکی که در ترکیب ماده مصنوعی داخل نمی شود، مانند سوخت در صنایع، در آنها مانند اساسات ثابت زکات نیست. و در مورد کالاهای غیر مصنوعی و کالایی که ساختش هنوز کامل نشده، زکات در مورد کالای غیر مصنوعی و کالایی که ساختش هنوز کامل نشده مطابق ارزش و بهای فعلی آن در پایان سال واجب می گردد. و هرگاه با کالاهای بازرگانی مسبب دیگری برای زکات مانند مزروعات یک جا شد، زکات کالاهای بازرگانی را می دهد. و با گذشت زمان و تکامل راه‌های بازرگانی، آنچه که به نام شرکت‌های سهامی شهرت دارد ظهور نمود، طوری که سرمایه شرکت 3 میلیون دلار بوده به 10,000 بخش تقسیم می شود که هر بخش سهمی است به بهای 300 دلار. در اینجا در مورد چگونگی زکات سهام پرسش مطرح می شود. مدیریت شرکت به نیابت از سهامداران زکات سهام را جدا می کند اگر در نظامنامه اساسی به این مطلب تذکر داده باشد و یا اینکه صاحبان سهام جدا کردن زکات را به وی تفویض کرده باشند. و هرگاه شرکت جدا کردن زکات را به عهده گرفت، مجمع فقهی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی یعنی سازمان همکاری اسلامی چنین بنا کرده که زکات مرتبط به آن است چون که دارای شخصیت اعتباری می باشد و نظر به مبدأ خلطیت که در سنت مطهره در مورد زکات چهارپایان آمده مورد اعتبار است. و برخی از فقها آن را در همه اموال عمومیت داده اند، به این معنا که همه دارایی های سهامداران به منزله دارایی یک نفر شمرده می شود و زکات بر آن فرض می شود و نصاب و مقدار زکات و امثالش در آن رعایت می شود. و جمهور اهل علم مبدأ خلطیت در زکات شرکت ها را معتبر نمی دانند، بلکه به حصه هر شریک جداگانه نظر دارند. و قابل تذکر این که دومین کنفرانس مجمع پژوهش‌های اسلامی به نظر جمهور علما در این مورد توجه نموده، مبدأ خلطیت را معتبر ندانسته، بلکه به سوی هر مال نظر جداگانه داشته و بنابر آن چنین مقرر داشته است: در شرکت‌هایی که شماری از اشخاص سهم دارند، در اجرای احکام به مجموعه فایده شرکت‌ها توجه نمی شود، بلکه به آنچه ویژه هر شریک است جداگانه نظر می شود. و مدیریت شرکت باید در چنین وضعی سهامی را که در آنها زکات نیست مانند سهام وقف خیری و سهام طرفهای نیکوکاری را از سرمایه شرکت کم کند. و اصول دارایی ثابتی که در آن زکات نیست عبارتند از
ساختمان‌ها، دفاتر، اثاثیه و خودروهای ویژه استفاده و امثال آنها که ملکیت‌های غیر زکاتی هستند. اما اگر مدیریت شرکت اقدام به جدا کردن زکات نکرد، بر خود صاحبان سهام جدا کردن زکات لازم است به گونه زیر: شرکت‌های کشاورزی زکاتش را همانطوری که در زکات مزروعات و میوه‌جات مقرر است جدا سازد و شرکت‌های بازرگانی زکات سرمایه و فایده را جمعاً جدا کند و سهام به بهای بازار در هنگام وجوب زکات قیمتگذاری می شود و شرکت‌های صنعتی زکات فایده خالص خود را جدا می کند، نه از وسایل و ساختمان‌ها و امثالش. و هرگاه یکی از سهامداران سهام خود را در اثنای سال بفروشد، بهای آن را به دارایی خود اضافه کرده زمانی که پایان سال فرا رسد با دارایی خود یکجا زکاتش را جدا کند، اما خریدار نیز زکات سهام خریده اش را به گونه‌ای که تذکر داده شد جدا کند. و همچنین انواع دیگری از دارایی ها هست که بر آنها زکات واجب نیست، مانند آنچه که از بحر و دریا به دست می آید، مانند مروارید و مرجان و ماهی، مگر این که کالای بازرگانی شدند، و آنچه از ساختمان ها که برای کرایه باشد و خودروها و غیره بر آنها زکات نیست و زکات بر کرایه آنهاست اگر به نصاب برسد و سال نیز بر آن سپری شود. همچنین بر وسایل مورد نیازی که انسان به کار میبرد مانند خودرو که بر آن زکات واجب نیست و خانه نشیمنش.